چاغاتای اولوسوی برای حمایت از دوست دخترش آسلیها ماربورا به تئاتر اون رفت و این دو برای اولین بار به صورت رسمی کنار همدیگه دیده شد. چاغاتای برای حمایت از دوست دخترش نه تنها ایستاده براش دست زد، حتی برای پارتنر هنری اون شامپاین هم گرفت. اما واکنش مردم دو دسته شد. یه سریام گفتن چاغاتای خیلی جنتلمنه، اون خیلی عاشق عشق از توی چشماش میشه خوند، حتی دوست دخترش رو تشویق کردنی چشماش پر اشک شدش. عده خیلی زیادی هم شاکی هن. اونا میگن که چاغاتای اصلا پارتنر و بازیگر حرفه‌ای نیست. اون چطور میتونه از دوست دخترش حمایت کنه، دوست دخترش رو لایک کنه، براش استوری بذاره، ولی از پارتنر خودش دمت وزدمید نه استوری و حتی لایکش هم نمیکنه. و حتی یه سریا گفتن که این حرکت‌های عاشقانه چاغاتای برای دوست دخترش باعث شده که اون جاذبه عشق بین نیسان و اشرف، یعنی بین چاغاتای و دمت هم از بین بره و چاغاتای به خاطر همین خیلی داره هیت میگیره. به نظر شما چاغاتای مقصره؟ اون باید از دمت پارتنر خودش که الان سریالشون هم کلی طرفدار داره حمایت کنه، یا نه چاغاتای وظیفه‌ای نداره که از دمت حمایت کنه؟